در ادامه آیکون دو تا چرخ دنده رو می‌بینید واسه کالیبر مکانیکی دستگاه هستش. روی دستگاهی که تک بازو هستن مثل دستگاه 1500 و 2000 اینا دو تا ستون بیشتر نیستن، یعنی فقط یه بازو داره و سینی هستش. اما در دستگاه های دو بازوه مثل دستگاه 3500 و 3000 سه ردیف ستون شما دارید. پوزیشن های بازوی بیوشیمی، پوزیشن های بازوی آیسی و سینی های شما هستن. گاهن ممکنه بازوها یا بازوی بیوشیمی یا بازوی آیسی یا سینی ها در بعضی از پوزیشن ها نیاز به تنظیم مکانیکی داشته باشه. نیازه که شما داخل این آیکون برید، آیکون دو تا چرخ دنده، کافیه بازش بکنید. اولین جایی که شما باید تنظیم بکنید کوبت تری هست، سینی کوبت. شما به محض این که سینی کوبت رو انتخاب میکنید خونه شماره 1 میاد زیر پیستون شستشو قرار میگیره. باید حالا نگاه بکنید ببینید پیستون شستشو دقیقا روی کوبت هست یا نه. اگه دقیقا روی کوبت بود شما حالا یا توی این صفحه به سمت مچای دستی که هست به سمت چپ و راست اشاره کردن شما میتونید اینا رو تغییر بدید و با این کلید هم شما میتونید تستش بکنید. اما روی کیبورد هم شما میتونید کار انجام بدید. در حالا اینجا خودش اشاره کرده که میگه علامت به سمت چپ منفی، به سمت راست علامت مثبت روی کیبورد و تست هم ستاره رو بزنید. حالا من کیبورد رو بیارم این جلو. خب ستاره رو میزنم برای تست کردن. اگر نیاز بود به سمت چپ یا راست بره شما کافیه فقط با مثبت و منفی کیبورد رو جابجا بکنید. یا مثلا شما ممکنه مثلا بازو توی رینگ سوم، بازوی بیوشی رینگ سوم نیاز به تنظیم داشته باشه. شما به محض اینکه انتخاب میکنید بازو روی رینگ سوم وای میسه. ببینید ستاره رو من میزنم برای تست کردن، مثبت و منفی برای حرکت افقی یا عمودی. ببینید چند بارم تست میکنید. دونه دونه این پوزیشن ها رو شما میتونید انجام بدید و تنظیمات مکانیکی رو انجام بدید و مشکلتون برطرف بشه.